اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیثی از نبی کریم صلی الله علیه وسلم: من خرج من بیته مطهرا الى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينسبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة الله لغو بينهما کتاب فی علیین. رواه ابو داود. ترجمه: کسی که از خانه خود وضو کرده برای ادای نماز فرض برایت به مانند حاجی محرم برایش اجر داده می شود و کسی که خاص به منظور ادای نفلی چاشت برایت اجر حج عمره برایش داده شود. نمازخوانی که در بین دو نماز مرتکب لغویات نشده باشد به اخذ درجات عالیه نائل می گردد. سبحان الله، خداوند چقدر بزرگ و مهربان است که چقدر اجر و پاداش برای نماز برای ما می دهد.